سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم به امن نبودن چندین موردی که دیده شده توی جامعه تا حدودی امن تلقی میشه بپردازیم و با یک مثال عملی نشون بدیم که هیچ امنیتی وجود نداره. امنیت فقط یک توهمی که به ما آرامش میده و اگه ما بیشتر از این براش ارزش قائل بشیم و فکر کنیم که واقعا امنیتی وجود داره، تاوان این اشتباهمون رو با از دست دادن اطلاعاتمون باید بدیم. خب یک اسکریپت خیلی ساده‌ای به زبان پایتون نوشته شده. حالا به تعداد خط کدش نگاه نکنید، این خیلی کارها داره انجام میده. سه تا کاری که انجام میده و من میخوام بهتون نشون بدم. یکی ذخیره عکس های زماندار هست، یکی ذخیره فیلم های زماندار هست و یکی هم ذخیره پیام های پاک شده است. این اسکریپت فقط نوشته شده تا نشون داده بشه که توی این سه موردی که تا حدودی حالا شاید دیده شده که امن تلقی میشه امنیتی وجود نداره. این اسکریپت آموزش داده نخواهد شد، استفاده نخواهد شد، ولی خب هیچ تضمینی هم نیست که کسی دیگه ای ننویسه، کسی دیگه ای آموزش نده و کسی دیگه ای استفاده نکنه. پس حواستون به اطلاعاتتون باشه. خب اسکریپت اجرا شده. من داخل تلگرام وارد میشم. یک اکانت تلگرامی هست که خب حالا من دارم ازش استفاده میکنم و به صورتی نوشتم که این اطلاعات رو داخل پیام های ذخیره شده اون اکانت میام ذخیره میکنم. من با اکانت اصلی خودم میام و یک عکس زماندار ارسال میکنم. برای این اکانت یک تایمر 3 ثانیه‌ای براش قرار میدم. عکس رو ارسال میکنم. البته خب باید حالا پی وی اکانت رو بیارم که خب این عکس ارسال شده. حالا البته میگه view on your mobile که حالا باید داخل گوشی ما نگاه کنیم. اینجا مثل اینکه بهمون نمایش داده نمیشه، ولی خب داخل گوشی نمایش داده میشه. اما همونطور که میبینید الان من بدون اینکه اصلا عکس رو باز کنم، حتی داخل دسکتاپ به هم اجازه نمایش عکس رو نداد. حالا خب فرض کرد که مثلا ممکنه من داخل دسکتاپ بتونم کارهای متفرقه انجام بدم و حالا عکس رو از اون امنیتی که داره خارج کنم، ولی من اصلا بدون اینکه حتی عکس رو از داخل دسکتاپ داشته باشم، بدون اینکه حتی سر گوشیم برم و بخوام حتی عکس رو دانلودش کنم، چه برسه اینکه بخوام بازش کنم، اسکریپت من اومد و عکس رو به صورت فایل داخل پیام های ذخیره شده برای من ذخیره کرد با اسم من، با آیدی عددی من، عکس با مشخصات کامل به صورت فایل. یعنی حتی افت کیفیت هم برای من نداره این حالتی که دارم استفاده میکنم. و اگه از ویدیو زماندار هم استفاده کنم که الان این کار رو انجام میدم، البته خب باز هم روی تلگرام دسکتاپ نمایش داده نمیشه. من از نسخه رسمی تلگرام هم دارم استفاده میکنم که حالا نسخه های فیک نباشه، نسخه های ادیت شده نباشه که فکر کنیم مختص اون نسخه ها هست این صحبت هایی که من میکنم. من ویدیو زماندار هم گذاشتم برای آپلود که خب احتمالا نمایش نده اینجا، ولی خب داخل گوشی نمایش داده میشه، داخل موبایل. و من حتی بدون اینکه اصلا داشته باشم محتوا رو، بدون اینکه دانلودش بکنم، فقط چون ویدیویش هم مثل اینکه باید منتظر بمونم تا آپلود بشه. خب ویدیو حتمش هم یکم بالاست، یکم باید منتظر بمونم تا آپلود بشه. اما میبینیم بدون اینکه من هیچ کاری انجام بدم، یعنی اصلا حتی عکس رو دانلود کنم، بدون اینکه اصلا حتی شاید من آنلاین باشم، شما بفرستید بعد پاک کنید پشیمون بشید، اینو هیچ کدومشون باعث نمیشه که امنیت شما حفظ بشه. و میبینید که این ویدیو زمانداری که من فرستادم به صورت فایل داخل پیام های ذخیره شده من ذخیره شد و من دیگه به صورت فایل دارم با اطلاعات کامل بدون حتی افت کیفیت و با جزئیات کامل. و خب امیدوارم تونسته باشم نشون بدم که این دو موردی که حالا دیده شده استفاده میشه هیچ امنیتی نداره. امنیتش از صفر هم شاید کمتر باشه. شما عکس رو به صورت عادی که بفرستید حداقل یه افت کیفیتی داره. من اینجا دارم به صورت فایل ذخیرش میکنم، یعنی حتی اون افت کیفیت هم ندارم. و این دو مورد رو حالا امیدوارم که تونسته باشم به خوبی بهتون نمایش بدم. مورد سومی که می‌خواستم صحبت کنم خیلی کوتاه، ویدیو هم طولانی نشه، پیام هایی یک هست که ما پاک میکنیم، فکر میکنیم که دو طرفه پاک میشه. خب قبلا تلگرام های غیر رسمی اجازه رو داشتن، در واقع این اجازه رو که نداشتن، ولی خب می اومدن و
قابلیتی رو فعال میکردن که شما با فعال کردن اون میتونستین بیاین و پیام هایی که طرف مقابلتون دو طرف حذف میکرد رو مشاهده کنید که خب با سیاست های تلگرام و با ابلاغ های تلگرام و تهدیدهای تلگرام مجبور شدن که این قابلیت ها رو حذف کنن و این باعث شد که یک توهمی ایجاد بشه که پس من وقتی پیامی رو پاک میکنم طرف مقابل هرگز نخواهد دید که این یک توهمه. ما اینجا با هم میبینیم من داخل همین اکانت خودم میام فرضاً یک پیام حالا تست یکی ارسال میکنم، یک مثلا سجاد رحمانی ارسال میکنم، یک مثلا IDSJD ارسال میکنم، یک کانورسیشن حالا ساختگی میسازم، یک مثلا آیم سجاد هم دیگه برای اختتامیه کار بفرستم و الان فرض میکنم طرف مقابل بیاد و چتای من رو دو طرفه پاک کنه. من با تلفن همراه هم دارم این کار رو انجام میدم. میبینیم که این چت ها رو دو طرفه پاک کرد و خب حالا ممکنه یک فرضی بشه که این چت ها تموم شد، پاک شد و طرف هیچ دسترسی به این چت های پاک شده نمیتونه داشته باشه. اما اگه ما به پیام های ذخیره شدهمون برگردیم میبینیم که باز یک فایلی ذخیره شده با جزئیات کامل و وقتی این فایل رو باز میکنیم میتونیم پیام هایی که ارسال شد، پاک شد همراه با متن کامل، ساعت، تاریخ و جزئیات کامل ببینیم که این باعث میشه حتی اگه طرف آنلاین هم نباشه باز هم این سورس بیاد و این کار رو براش انجام بده. الان اگه این اکانت رو به صورت عادی که هست هیچ کاری نکنم، حتی ببندمش، ثبت رو هم بزنم، داخل تلفن همراه هم میام و یه دونه حالا فارسی هم حتی بنویسم، یک سلام ارسال میکنم، یک سلام یک هم ارسال میکنم، یک سلام دو هم ارسال میکنم. الان خب پیام ها سین نخوردن چون الان اصلا اکانت باز نیست، حتی اکانت آفلاین باشه من اصلا سر گوشیم هم نباشم. اگه بیام هر سه پیام رو پاک کنم و این کار رو الان با تلفن همراه هم انجام دادم، چون که خب میبینم طرف اصلا سر گوشیش نبود، آنلاین نبود، پیام رو نخوند، فرض میکنم که این پیام دیگه قرار نیست طرف متوجه ارسال شدن این پیام بشه. اما اگه من باز بیام اکانتم رو باز کنم، وارد پیام های ذخیره شدم بشم، میبینم که یک فایل جدیدی ذخیره شده که وقتی اون رو دانلود کنم و باز کنم میبینم که سلام یک، سلام دو با ساعت و تاریخ و جزئیات کاملش برام ذخیره شده و به این صورت تونستم تمامی پیام های حذف شده داخل پیوی خودم رو ذخیره کنم. پس بیشتر از این حواستون به اطلاعات خودتون باشه. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.